برای 80 سال دیگه این روی تقسیم عمر انسانی که بزرگان ما در گذشته تعیین کردن تا 50 مرد بجا در 70 مرد افتاد، اون طرفش عطای خدا از دیگه، از 70 اون طرفش هر کسی که هدفمندی داشته باشد شاید زنده ماند، هر کسی که مبارز باشد باید زنده ماند و هر کسی که یک رسالت در تاریخ داشته باشد اما باید زنده ماند، اما رسالت اجرا کند. شاید که او امر خداوند است که من 80 سال عمر دیدم. شورا جان در این خانه که حالا 4 دیواری ملنگار است، با چشمی خاص گویا زندگی محروم و تکرار است، ولی از عشق آثار است. بزرگی جهان در این جهان خور پادار است. جهان دادخواه و دادور با ماست هم خانه، اگر این خانه افتد می شود 100 خانه ویرانه. تو را این طفل فرزانه به مثل جان این خانه نمایم حفظ با دستان و با دستور مردانه. از همه تهاجم هایی که از دریا میکردن، از فضا و آسمان محضم این خانه را دفاع میکردن چون آخرین امید بود و رودخانه والگا همین یک وسیله مانده بود که مردم برآیند. و در شدیدترین روز یک کودکی در تخانه تولد شده که او را زینایل سلیزون به زین نام گذاشتن، مادرش و خویش تبارش که در همون تخانه بودن. و این گروه پاولوف، سرجان پاولوف که احمد تردیف هم از تاجیکا در خطاری اونا بود، زندگی احمد تردیف که من این زندگی میگویم، نامش زندگی باشد به خاطر اون که همین ما را نجات میده. همین صدا پیغام است از کجای از آسمان یا زمین، از کجایی است که پیغام پیروزی است. سخن باید رهی تقدیر را گیرد، دعای مادران پیر را گیرد که با حکمت دوی شمشیر را گیرد. همون اولین نشان سخن که اتفاق بیزنداد تأسیس داده بود، رقم 1 برای استاد قناعت نگاه داشته شده است که اگر استاد اپری میگفتن که فلان گرم طلا داره، فلان گرم طلا داره، لیکن این نشان سخن استاد مومن شاه از همه طلای زیاد داره. بهای بسیار بلند دارد از ریز سنگ‌های قیمت‌ترین بدخشان. این تصویر رنگه نیست، این تصویر توسط ریز سنگ‌های قیمتی بدخشان ساخته شده و بی‌های استاد اینجا